بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب. خدایا تو آنگونه ای که من دوست دارم، پس مرا آنگونه کن که تو دوست داری و میپسندی. به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. اللهم آمین. سلام مردم، بنده های خوب خدا، هم نفس های یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. خیلی ممنونم که پای تلویزیون نشستین و یاد خدا رو همراهی میکنین. امیدوارم برنامه براتون مفید باشه، به دلتون بنشینه، به چشمتون بیاد. امید فراوان دارم که این اتفاق بیفته، چون بحثمون بحث اخلاق در قرآن هست. یک موضوع خیلی خیلی مهم و کاربردی و اثرگذار، مخصوصا که همراه شده با بیانات دلنشین متخصص و بلد راه برنامه‌مون حجت الاسلام المسلمین ابراهیمی عزیز، که خود من مترصد اینم که انشالله شروع بشه فرمایشاتشون و گفتگومون و بهره‌مند بشم. ممنونم که دل میدید به برنامه خودتون. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. حاج ابراهیمی عزیز خوش آمدید. سلام علیکم خدمت شما و همه بینندگان محترم که محضرشون هستید. زنده باشید. در خدمت شما هستیم. زنده باشین. خدمت از ماست و خوشحالیم از این بابت که خدمت شما هستیم. خب، ما 3 جلسه خدمت شما بودیم درباره موضوع اخلاق از نگاه قرآن کریم. منتها شاید ما توسط برخی از بیننده هامون متهم به این موضوع بشیم، اتهام که ها شما گفتین از روز اول که میخواین راجع به اخلاق در قرآن صحبت کنید، اما تقریبا بیشتر زمان 3 برنامه‌ای که ما از شما دیدیم توی روزهای دوشنبه اختصاص داده شده به موضوع زن و عفاف و حجاب. آیا همه اخلاق فقط همینه؟ اگر ممکنه به این بهانه، به نظرم یه فلشبکی، حالا اصطلاح تلویزیونیش، که مراجعه داشته باشیم به آنچه که تا به حال تو برنامه هم داشتیم، بد نیست برای کسانی که از ابتدا بیننده نبودن. بحثی که ما داشتیم به این صورت بود که بحث اخلاق تو بستر معاد و آخرت معنا پیدا میکنه و امتداد داره و آدم پای هزینه های او هم میسته و هست. این بحث اخلاقی کانون و منشأ شکل گیریش کجاست؟ میگیم خانواده. میگیم خب چرا خانواده؟ میگیم بخاطر اینکه تو خانواده یک عنصری هست، یک رسولی هست به عنوان رسول بیت، به عنوان حکیمه بیت، که او تو اون بیت مربی اصلی اخلاق توی خانواده است. حالا چرا او مربی اخلاقه؟ مثلا چون این خیلی نکته لطیفیه ها، چون مثلا رفته مثل این کسایی هستن که میدونن مثلا آقا تو مدیتیشن خودشو مثلا خود ریلکس کنه. حالا این کلمات خوب نیست من به کار ببرم، ولی مثلا امروز معروفه دیگه. مثلا خودشو خورده حالشو خوب کنه، از این گروه های شرکت میکنه که مثلا هی به خودشون تلقین میکنن من مثلا صبورم. من آیا چون مادر مثلا یوگا کار میکنن؟ آره این کار این شکلی، چون مثلا مادر رفته ظرفیت داره بره تو این گروه ها کار کنه. قرآن میگه نه، من اصلا اینجوری نگاه نمیکنم. من به مادر نگاه من نگاه توحیدیه. یعنی چی نگاه توحیدی؟ چیکار کنیم نورانی بشیم؟ یک روشی که برخی از آیون، حالا من اسم نمیبرم، آیونی که قبل از اسلام بودن ها، از فلاسفه و اینا، اونا یه روشی دارن برای این که اون دیواره نورانی بشه، اون آدمه نورانی بشه، حجابه رو برداره. روش چیه؟ میگن ستونو بساب، شروع کن روی این رذیله کار کردن و سابیدن این رذیله، کلنگ بردار، تلاش کن و هی با این درگیر شو، دعوا کن فلان، تا این رذیله رو برداری و دیوار چی بشه؟ نور. این یه روشه که من نمیخوام وارد بشم روشی کیاس و برخی از بتا بزرگواران مثلا ما هم کتاباشون تو این فاز اومده جلو پرداختن، تو این جزئیات نمیخوام برم. یه روش دیگه هم هست که اصلا این هزینه ها رو نداره، یعنی هزینه کلنگ بگیر و سالها تلاش کن که دیوار رو بسابی و نمیدونم حالا ریشه کبر رو کندی، حالا برو بعدی، حالا برو بعدی. یه روش دیگه هم هست که اصلا این هزینه ها درش نیست. اون چیه؟ اون اینه که آقا شما یه نور دیگه بیار بین این دیوار و خودت روشن کن. اینجا نور، اگه به جایی که دیوار رو بکنی نور رو جا به جا کن. یکی این که دیوار میکنی، خب دیوار رو بکنی که
بعضی از اینا اصلا از پسش آدم بر نمیاد. به جای اینکه این کار رو انجام بدی، نور رو جابجا کن. یعنی چی نور رو جابجا کن؟ یعنی اون نور رو اگه بیاری اینجا، دیگه رو دیوار هیچ تاریکی و ظلمتی نیست. ببخشید، یه منبع نوره، یه مانع است، اینجا منم، حالا من دیوار دیگه فرمودید به جای دیوار من. شما میگین که به جای اینکه این مانع رو هی باش ور بری بخوای تراشی خرابش کنی و منو چقدر طول بکشه نشه بشه و اینا، شما اون منبع نور رو جاش عوض کن، بیار توی زاویه‌ای که اصلا این مانع دیگه نباشه. بیار این بره. خب یعنی چی؟ تو بحث معارف توحیدی و قرآنی که خود قرآن یکی از مصادیق مهم اون نوره. این پیغمبر چگونه جامعه ظلمانی جاهلی رو ظرف 23 سال تبدیلش کرد به جامعه مدینه الرسول با روشن کردن این همین نور توحید که در این قرآن جلوه کرده. میگه توجه به خود توحید و نور توحید و لوازم اون باعث میشه که تمام سیئات اخلاقی هم از بین بره. یعنی با توجه و آمدن نور توحید ظلمت ها هم از بین میره. مثال امروزی ترش، حضرت امام میخواد خرداد 42 سیئات و کثیفی هایی که تو جامعه میبینه از بی اخلاقی ها، میخواد اینا رو جمع کنه. دو روش هست. یکی این که مثلا امام شروع کنه با تک تک مشروب فروشی ها درگیر شدن، با تک تک اون مراکز فساد و فحشا، هی با اینا دونه دونه این شه. این یه روشه که خب ظلمت دیگه داره مبارزه میکنه. یه روش دیگه هم اینه که شما برداری اون مانع بزرگ رو، که اون مانع بزرگ یعنی چی؟ یعنی اینکه نور رو جابجا میکنی. نور یعنی نور جابجا کردنش منظورم یعنی این که اون رئیس مملکت رو که شاه بود برش میداری نور میذاری به جاش. چی میشه؟ آها شما تمام اینا رو جمع کردی ریختی بیرون. یعنی حکومت معناش یعنی این. حکومت یعنی جابجا کردن نور. و چقدر از این سیئات اخلاقی جمع شد رفت. من فکر کردم اون مانع یعنی حکومتی که حکومت جوره، اون یه مانع. نه، اون رفته جای نور رو گرفته. اونجا جایگاه نوره و یک عالمه چیه؟ سایه و مثلا سیاهی و اینا تو کف جامعه هست. حتی مثلا برخی از بزرگواران تو خاطراتشون هست دیگه، حالا اونم نمیخوام اسم ببریم، مثلا دغدغش این بوده که چرا سر کوچهشون مثلا قمارخونه است. این دغدغش اینه. ولی دغدغه امام دغدغه این تاریکی سر کوچه محل و اینا نیست. دغدغه اینه که نور سر جای خودش نیست. اونجا جایگاه نوره. اونجا جایگاه نوره. چون که اگه او درست بشه سر کوچه هم درست میشه. یعنی زاویه نور درست بشه این شکلی، زاویه نور که درست بشه خیلی از اینا برچیده میشه. ولی حالا نکته اینه که زاویه نور تو رأس هرم درست شده. اگر هم مثلا شاید بینندگان عزیز یا کسی مثلا اشکال بگیره که خب هنوزم که بعضی جاها ظلمت هست، ولی اون جایگاه درست شده. ولی بعضی از جایگاه ها هنوز این نور جایگاه خودش قرار نگرفته دیگه. چرا قرار نگرفته؟ سوره مبارکه نور به همین داره اشاره میکنه. به خاطر اینکه وقتی آلودگی رو دامن میزنن، وقتی خانواده رها میشه، رأس هرم نورانیه. ولی بقیه مراکز چی؟ بقیه جاها چی؟ و این چیزی باید درست بشه. میگه این نهاد خانواده است. پس به این دلیله که ما داریم به موضوع زن و حجاب و حالا نکته‌ای که تو بحث اخلاق ما اومدیم سراغ خانواده، میگم که ما اگر زاویه نور رو تو جامعه درست کنیم، خیلی از سیئات اخلاقی رخت بر می‌بنده میره. زاویه نور کجاست؟ خانواده است. اگر اینجا نور جا بگیره، درست بشه، یه جایی قرار گرفته که دیگه همه از این نوره بهره مند میشن، یعنی از محاسن اخلاقی. و اگر اون هزینه هایی که NGO و فلان و بیست اصلا اونا لازم نیست. اون تو جایگاه نور رو درست کن، زن جایگاهش درست قرار بگیره. و خود تو همون قانون خانواده هم اگه باز بیایم تو همون قانون خانواده هم اون منبع نور مادره. احسن. که اونا این حتی تیرشون به سمت اینی که این چراغو بشکنن. یعنی اینی که انسان این قابلیت رو داره. من همیشه میگم یکی از وجوه شگفت انگیز انسان که خدا وقتی آفرید گفت فتبارک الله احسن الخالقین، گفتن بابا این خونریزه، گفت من یه چیزی میدم شما. اینی که این وجود در عین حال هم قابلیت اینو داره که به اعلی علیین برسه، از فرشته ها و ملائکه و اینا
سبقت بگیره، هم قابلیت اینو داره که اسفل و سافلین برسه و وجود زن در این هر دو کاملا مؤثره و این خیلی عجیب. یه فاصله بگیریم و برگردیم خدمت حاج ابراهیم باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. منم خدمت استاد ابراهیمی عزیز مثل شما هستم و سراپا گوشم تا بازم با توجه به آیات نورانی قرآن کریم تبیین بکنن موضوع اخلاق رو که بر اساس فرمایشاتشون تا به حال نقطه قانونی و تأثیرگذار در موضوع اخلاق وجود زن هست. بله، خدمتتون عرض می‌کردیم که اگر می‌خوایم با بی اخلاقی ها مبارزه کنیم و اگر می‌خوایم نور اخلاق و خوش اخلاقی در جامعه پدید بیاد، میگه باید نور توحید بیاد. این نور که بیاد همه ظلمات رو برمی‌داره میبره. مجرای این نور کیه؟ عرض کردیم شخصیت زن هست که یکی از مجاری مهمی است که تحقق پیدا. کجا میاد رو زمین؟ گفت فی بیوت اذن الله، در اون خانواده هایی که خدا اذن بده. یعنی اینجوری نیست که بگیم خانواده اگه کنار هم دیگه، مثلا حالا تعبیر دوره استاد جوادی رو میگم، نر و ماده کنار هم دیگه جمع شدن و مثلا بچه دار شدن اینا، این شد خانواده. نه، اینجا اذن الله نیست. خانواده شاخصهایی داره تو قرآن. به این نه، خدا باید اذن بده. اون خانواده ای که اومد به این احکام دین و اینا توجه کرد، که حالا تو توجه خیلی عجیبه. این سوره نور رو کاش مثلا ما میتونستیم خیلی بخونید بینندگان عزیز. من خواهش میکنم واقعا این سوره مبارکه نور رو با یه تأمل و با یه دقتی باش اونس بگیرن، توجه کنن. ببینید اون بیوتی که خدا اذن میده این اتفاق توحیدی درش بیفته، کدوم بیوتن؟ خود همین سوره مبارکه نور مثلا میاد میگه آقا اون خانواده هایی که توجه دارن به حریم خصوصی، مثلا آیه 58 تو کدوم خونه این نور میاد؟ قشنگ دونه دونه ریز میاد میگه یا ای الذین آمنو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. ببین بچه باید یاد بگیره کی ورود بر حریم خصوصی پدر مادر پیدا کن. آقا مگه ما با بچه‌مون این حرفا رو نداریم؟ این حرفا رو ندارید فی بیوت اذن الله نمیشه ها. خود این آدابه حالا معنا پیدا میکنه که وقتی اون نور توحید میخواد بیاد تو این فی بیوت اذن الله، این اذن الله اینا رو من دارم با توجه به ساختار سوره میگم ها. این که حالا تو روایت ها باطنی برای اینا بیان شده، مصادیقش اهل بیته، اونا یه حرف دیگه است، اونا همه قبوله. ولی ما تو ظاهر لایه سوره که سیر میکنیم و تدبر میکنیم میبینیم این اذن الله آداب و شرایطی داره، تو خود سوره بیان کرده. حالا میگه اگه این نور توحید تو این بیوت اومد پایین چی میشه؟ خروجی این بیوت کیان؟ رجالون. این آیه بعدشه. من ترتیب آیاتو بگم. آیه الله نور السماوات و الارض که داره نور میاد پایین، آیه 35. این که این کجا میاد پایین؟ تو دانشگاه است، تو حوزه است، تو انجیو، تو تشکل، تو مسجد، کجاست؟ میگه فی بیوت اذن الله، تو اون نهاد خانواده است. این بیوت فقط به معنای خانه گلی نیست، اون خانواده هست، اونی که شرف میده به مکان. بعد میگه این آیه 36. تو آیه 37 خروجی این بیوت رو میگه حالا اگه اون زنه درست قرار گرفت اونجا و اون بیوت هم اون آداب و شرایط رو رعایت بکنن، چی میشه؟ رجالون. مرد، رجالون تنوینه یعنی مردان مردی. این مدرک خداست، درجه خداست که گذاشته رو دوش رجالون. این تنوین یعنی شما نمیدونید اینا چه عمقی دارن، چه حاج قاسم سلیمانیایی تربیت میشه. این کدوم دانشگاه بلند شده؟ استاد دانشگاه این کی بوده؟ این دانشگاه خانواده است. استاد دانشگاه توحیدیش هم مادر بوده، استاد دانشگاه توحیدیش همسر بود، استاد دانشگاه توحیدیش دختر بوده. این مقام هایی که اونجا شمرده و اینها تو جلوه های مختلف نور توحید رو میتونستن عکس کنن. جالب این نوع نگاه قرآن ما، اسلام ما، دین ما به زنه، به وجود مبارک زن، این جایگاه والا که بعضی وقتا احساس می‌کنم واقعا دست نیافتنیه. اون وقت این اتهامی که به ما میزنن غربیا که آره شما زن، زندگی، آزادی، نمیدونم
شما زناتون آزاد نیستن، شما به زن نگاه مثلا درستی ندارید و اینا. چرا به نظرم این حرف رو میزنن؟ چون ارزش ها رو وارونه میبینن. من اگه خواستین راجع به این موضوع هم صحبت. مثلا خصوصیت چیز هم ظلمت همینه دیگه. یعنی ظلمت کاری که میکنه اینه، اول نور رو بین میبره، نور رو که بین بود دیگه آدم نمیبینه جلو دستش این مثلا غذایی که داره میخوره چقدر کثیفی داره، چقدر آلو، هیچ دیگه نمیتونه. اون نور ظلمت رو که بزنه بقیه چیزا بین رفت، یعنی بقیه چیزا افتاده تو سبد اونا. ببینید ساعتها سریال های کذایی درست میکنن با موضوعاتی که موضوعات خیلی پست و حقیرانه و اینا هست، ولی جذابش میکنن. ارتباط هایی که بین مثلا تو شبکه‌های ماهواره با توی انواع اقسام این نرم افزارهای پیام رسانی که حالا تصویری و غیر تصویری هست، اینا با القاءاتی میکنن نیازهای کاذبی که درست میکنن برای زن یک خانواده ایرانی. دنبال جذابیتت باش، دنبال زیباییت باش، دنبال نمیدونم آزادیت باش، دنبال چی مثلا تبرج و خودنماییت باش. حالا تو سوره احزاب یه فاز دیگه هست. دنبال اینا باش، اینا رو ارزش برای اون جا بندازن که در نهایت خانواده رو بگیرن، چون میدونن خانواده چه برکاتی داره. خیلی عجیب. بعد اینجا میگه رجالون، مردان مردی میان بیرون، نه اینکه اینا عارف باللهن فقط، نه لا تولی. خیلی این مردان رو نگاه کن تو چه بستری تعریف میکنه، خیلی عجیبه. یادتونه جلسات قبل در مورد این صحبت کردیم که افقی که پیش ما گذاشته خلافت الهی در زمینه، یعنی کسایی که دولت مردن، بلد کار اجرایی انجام بده، بعد همیز بیرنگ در بیاره، خراب نکنه، آلوده نشه به مفاسد اقتصادی، آلوده نشه به جلوه‌گری نمیدونم 4 نفر رو چشم ابرو اینو بگیره یه پولی بهش نشون بدن اختلاس بکنه. یعنی دولت مرد واقعی کیه؟ میگه دولت مرد واقعی از کجا بیرون میاد؟ از فلان دانشگاه؟ میگه نه، از کسی که تو این خانواده بیاد بیرون. تعبیر رو نگاه کنید، رجالون، مردان مردی که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون، کارای مباهی مثل تجارت و مثل بیع، مثل خرید و فروش، اینا چیکار نمیکنه؟ لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. اینا یه جوری تو این خانواده تربیت شدن هیچ موقع تجارت و پول و اینا رو یاد خدا غافل نمیکنه. فلان مسئول فلانی چرا یاد خدا غافل میشه، مفسد اقتصادی میشه خدای نکرده، دست اندازی میکنه به بیت المال، دست درازی میکنه، زیرمیزی و رومیزی میگیره. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه این اونجایی که باید نور توحید رو میگرفت نگرفته دیگه، رجالون نشده. به خاطر همین تجارت و بیع اینو میندازتش زمین. بعد تجارت و بیع اینجا حرام نیست، مباهه. ولا بیع و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. یه همچین مردانی. بعد اینجا آدم میبینه که اهمیت خانواده، اهمیت شخصیت زن برای چی؟ برای همچین جامعه اخلاقی. این بحث ما اخلاق بود دیگه. آقا آدمای با اخلاق میخواین، دزد نباشن، دستکش نباشن، سست نباشن، شل نباشن، خدا بترسن، نه از امریکا. میگه اگه دنبال همچین آدمای آرمانی اخلاقی رجالون هستی، اینا تو فی بیوتن در میاد. تو بیوت هم حالا تعبیر، من یه تیکه آخر آیه نور بود اینم بگم و حرفم تمام. میگه اگر اون زنه اونجا خوب قرار گرفت، یکاد و زیتها یضیء، اینجا دیگه نیاز به نار نیست تا با نار به اون نور نشون بدی. زیتش نورانیه بدون نار. یعنی مثلا تصور کنید بدون اینکه آتیش، تصور امروزش اینه مثلا ما گازو باز کنیم بدون اینکه آتیش یا کبریت یا فندک بزنیم به گاز، خود شعله گازش رو کنه نور دادن، اصلا نمیشه. این تناقض تو ذهن ما میگیم نمیشه، این حتما باید آتیش باشه. میگه این شکلی نیست. خود زیته اینقدر این شفاف شده، این زن این داره نور میده. بعد چی میشه؟ ولو، بعد جالب خود خدا اشاره میکنه ولو لم تمسسه نار، اصلا نیاز نیست نار بیاری، این لمس و مس نار بخواد بکن، به نار نیاز نیست، اثبات خدا نمیخواد. دقت بفرمایید،
اثبات خدا برای کسی میکنن که غایبه از حضور خدا. چون غایبه میگن استدلال کن تا با استدلال شاید حضور پیدا کن. ولی کسی که حاضره که نیاز به استدلال نداره که آقا من دارم میبینم. میگه انقدر این کیفیت توحید بالاست ولو لم تمسسه نار، اصلا نیاز به این چیزا نیست. خدا رو بر من باید تو اثبات کنی. اصلا همین که این حرفا میزنه میگم که ای خدا، دانشگاه خانواده دست رفت این داره یه حرفا رو میزنه. خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه، خیلی استفاده کردیم. اجرتون با حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. خیلی ممنونم که برنامه خودتون رو تماشا کردیم. الهی که هممون متخلق به خلق و خوی نبوی و علوی و فاطمی باشیم که اگر اینطور بشه مخون امتداد معنا پیدا میکنه، نه فقط برای خودمون و خانوادهمون که همینطور برکت پیدا خواهد کرد و اطرافیان و دیگران هم انشاءالله از این نور بهره مند خواهند شد. التماس دعا یا حق. خداحافظ.